سلام. امو کلیچیر تو حالا خوردیم؟ کلیچیر صبحونه کلیچیر بخورین. نگاه شیری داغ میکنین، یه خورده شکرم میریزین توش. بعد یکم همش میزنین قشنگ ببینین شیرین شده. بعد نون تیری، نگاه نون تیری جوری حل میکن توش. یا جوری خشک این بلگ گل اینجور میریزی توش. هی همین کلیچیر میگن و اشتباه نکنین نگاه نون قشنگ نون تیری میریزی قشنگ خورد میکنی، میریزی توش همش میزنی. یه کمی هم میذاری بخوسه، یه کم که خسید دید نونش کمی، یه کم دیگه نونم میزنی تنگش. نه ای خدا، به این میگن کلیچیر صبحونه. واسه چی؟ واسه آدمایی که دندون ندارن. ما دندون نداریم، صبح واسه چی بخوریم کلیچیر؟ ولی برو امتحانش بکن، خدا سر شاهد گواه مابینه. اصل صبحونه نا، یعنی همچی صبحونه کلیچیری تو عمرت نخورد، میدونی؟ تو عمرت نخوردی.